فکر کنم بعضی موقعات این اتفاق افتاده که یه عکس قدیمی رو دیده باشید از خودتون، مربوط به 5-6 سال پیش یا 10 سال پیش بوده و تو اون لحظه به این فکر افتادید که چی میشد من دوباره به اون زمان برمیگشتم. نمیتونید برگردید چون زمان گذشته، ولی الان از تو من یه خواهشی میکنم، یه دقیقه انجام بده. شاید مسخره به نظر بیاد ولی یه ذره فکر، یه دقیقه چشماتو ببند و به این حرفایی که من میگم گوش بده. چشماتو ببند. نه، قبل از اینکه چشماتو ببندی یه کار بهتر است. همین الان یه عکس از خودت بگیر، دوباره بیا تو این ویدیو من، چشماتو ببند و فرض کن الان که چشماتو بستی فکر کن که 10 سال از الان گذشته و تو اتفاقی میری تو گوشی و تو گالاریت میبینی همون عکسی که الان گرفتی مربوط به 10 سال پیشه و همونجا فکر کنی ای کاش که من 10 سال بود گذشته برمیگشتم همون لحظه که این عکس رو گرفتم. و چشاتو الان باز کن و میبینی که از 10 سال آینده دوباره برگشتی و این یه شانس دوباریه که خدا به تو داده، شاید آخرین شانس هم باشه. پس چی؟ سعی کن بیشترین نفع اسفند رو از همین زمان الانت بگیری و به اون جایی که میخوای برسی. گذشته رو نمیشه تغییر داد ولی آینده رو میشه تغییر داد. همیشه به این فکر کن، چیزی که دیروز افتاده اتفاق تو نمیتونی تغییر بدی، چیزی که فردا اتفاق بیفته اونم نمیتونی تو تغییر بدی. تنها چیزی که تو میتونی الان تغییر بدی الانه. پس چی؟ به اون کاری که میکنی، به اون هدفهایی که داری بیشتر و بیشتر و بیشتر دقت و تمرکز کن. برو بریم.